سلام. اینم ساخت کلبه 60 متری که بچه ها در حین اجراش هستش. من جای خاکی شدم. خیلی من این صف هشتیش رو دوست دارم. یه فاصله دادیم این بینش نور کار میشه، خیلی زیبا میشه. و این هم قسمت استخرش که بچه ها دور تا دورشو دارن چوب میکنن و اینجا هم حالا کفش هنوز مونده. سقفش هم قراره چوب بشه و دور تا دور هم شیشه کار بشه. یه استخر 4 فصل درجه 1، یعنی شیشه ها وقتی که جمع میشه جزئی از حیاط میشه و تابستونی، و وقتی که شیشه های اسلایدی بسته میشه میشه زمستونی و راحت میتونه استفاده کنه. اینجا هم یه فضای آتشکده براشون در آوردیم. دور تا دور حالا چوب اینجا دور تا دور اینجا باید نشیمن هستش، یه میز آتشکده اینجا و اینجا هم باربیکیو استیل و اینا رو باید قرار بدی. و حالا اینجا موتورخونه‌شه، داریم موتورخونه‌شو در آوردیم. بذارید من بیام پایین، میریم الان داخل کلبه. اینجا قسمت موتورخونه‌شه، این هم کلبه زیباش و این هم بریم داخلش من نشونتون بدم. این هم فضای داخل کلبه، لاین نوری لاین بندی شده، همه لاین های نوری گذاشته شده. داخل بچه ها دارن پلیسترش انجام میدن. این قسمت کابینتش شده و اونجا هم قسمت اتاق خوابش که من بریم براتون بهتون نشون بدم. کف کلا پاکت شده، میبینید یکم کثیف دیده نمیشه، تمیز میشه. اینجا کمد دیواری خورده و این هم قسمت مسترش که بچه ها اجراش کردن، کاشیکاری و اینها خیلی درجه 1. این هم نمایی که به داخل حیاط از این کلبه 60 متری داریم، قسمت استخرش و آتشکده و اینها خیلی درجه 1 شده. حتما اتمام شده اینجا رو بذارین تمیز بشه. اتمام شده اینجا رو حتما با من ببینین، خیلی زیباست. عشق من سابسکرایب کن اگر میخوای تمام شده اینجا و پروژه های دیگه‌ای که داخل ایران انجام میشه. فعلا شهر مشهد هستیم ولی تمام شهرهای ایران اجرا داریم. عشق منی.